به نام خدا. اه، این خودرو خسافا رو تحلیل کردیم. بیایم و این دوستشون بهمن رو هم تحلیل کنیم. گروه خودروسازی بهمن. خب ببینید که بازار یک ریزشی کرده، لو های، لوور لو و هایر های. خب پس ما اینجا ساختار QM رو داریم که میشه لو های، لو های، لوور لو، هایر های. خب الان انتظار دارم که این کینک شانه چپ قیمت رو بالا نگه داره، اما قیمت میاد کینک رو میشکنه، برمیگرده و میره به سمت پایین. خب این اتفاق که میفته، میگه آقای معامله‌گر، لو های، لوور لو، هایر هایی که داشتی قیمت رو نداد بالا، پس حالا برعکسش رو داری، های لو، هایر های، لوور لو. مجدد بیا بالای این سر شانه چپ یه خطی بنداز، کینکش رو در بیار و یک موقعیت خرید قرار بود اینجا داشته باشی روی این شانه چپه. حالا یک موقعیت فروش داری، های لو، هایر های، لوور لو، و اینجا موقعیت فروش داری. خب ادامه بدیم، بریم به سمت جلو و حالا در مقیاس و در اسکیل بزرگتر ما اینجا خب یک کوازیمودوی دیگه هم داریم. میبینید لو های، لوور لو، هایر های. اما این ساختار مقیاس تایم فریم بالاتر هست. حالا گفتم اینجا اشاره بکنم. خب ببینید اینجا لو های، لوور لو، هایر های، و از مجدد شما میتونید یه خطی زیر شانه چپ بندازید و گره این رو مشخص کنید و باز در اینجا برنامه معاملاتی رو داشته باشید. خب ادامه بدیم. اینجا می‌بینیم های لو، هایر های، ولی خب هیچ لوبلوی رو نداریم، اما میشه گفت های لو، هایر های، لوور لو. پس انتظار دارم که روی این شانه چپ یه واکنشی ببینم، اما اتفاقی که میفته بازار میاد و اینجا این رو به سمت بالا میشکنه. خب پس این دیدگاه فیلد میشه و من میتونم بیام و از یک دیدگاه دیگه به چارت نگاه کنم. لو های، لوور لو، هایر های. یعنی از این پایین تره، اینم از این بالاتره. پس میتونم بیام مجدد اینجا زیر شانه چپم یه خطی بندازم و این ناحیه رو برای خودم مشخص کنم و روش ذهنیت معاملاتی داشته باشم. خب نکته‌ای که اینجا خیلی قشنگه که من به شما بگم، ببینید این موضوع هستش که ما درسته که اینجا لو های، لوور لو، هایر های داریم و درسته که اینجا شانه چپ داریم، اما بازار داره میاد. ببینید من از شما یه سوال میپرسم، این ریتریسی که انجام شده از این گلف همین شانه چپه به وجود اومده دیگه، وگرنه اگر اینجا شانه چپی وجود نداشت، این ریتریس شارپ از کجا به وجود اومده؟ این ریتریسی که خودش 35% هست روی سهام گروه خودروسازی بهمن، پس از کجا به وجود اومده؟ از همین شانه چپی هست که اینجا اینگولف شده. اما چرا این شانه چپ اینجا کار نکرد؟ چرا این کوازیمودو اینجا کار نکرد؟ چرا این لو های، لو های های اینجا کار نکرد؟ به خاطری که بازار داره میاد به یک سرشانه دیگه برسه. اینجا سر هست، اینجا شانه چپ هست، اینجا شانه چپ هست و کافیه شما یه خط اینجا بندازید.
شانه چپ سر. اینجا شما چشم بسته باید این سهام بهمن رو میخریدید. در هر حال چرا این کوازیمودو کار نکرد؟ به خاطری که یک کوازیمودوی دست نخورده این پایین وجود داشت. لو های لو لو هایر های، مجددا یک کوازیمودو یا کیو ام اینجا وجود داره. ناحیهش رو مشخص میکنم. اینجا خب حالا میشه اینجا میشود که ذهنیت خرید داشت و به خاطر این لو های لو هایر های، اما باید حواسمون به این های لو هایر های و لو هم باشه، به خاطری که عرض به حضور شما که این لو از این لو، این لو از این لو پایین تره. پس احتمالی که حالا در روزهای آتی بخوایم بیایم به سمت بالا و این شانه قیمت رو بده پایین، خب بسیار زیاد هست. و اینجا هم که گفتیم موقعیت معاملاتی خرید میتونه باشه، باید بررسی کنیم. اما این های لو، های لو رو فعلا در نظر داشته باشید.